فرزنداتو میبینن؟ مادرها که مادرم هر خیل میشه مادر میشه مهمتر است اینجا. 5 فرزند هم اشمار. Нечем было платить за квартиру, естественно. که خونه درکی نیست اما حالا میایده هیچ نداریم. اما خودتون خبر بس خبر بگیریم بس مرا. این دنیا غنیمت، این دنیا گذران، گر خدمت نکنی گردی پشیمان. پدر مادر را داریم. مویهای سفیدش از بحری تو شد، آژنگیرش هم از بحری تو شد. روزگی والدین این روزگی خداست. آره، در این مورد حتی بحث کردن غیر مدعاست. اما صد افسوس نه همه رسالت انسانی خود را تا آخر به سامان میرسانند. بیرو ز تجربه روزگار بهره بگیر. امروز این پیران روزگار دیده دنیای را برایم آموختند که عقل و هوشم زیر سؤال درماندند. برای چی؟ نخواد انسان تا این حد نسبت والدین بیرحم باشد. والدین 7-8 ساله هم جاییم همین گوسپیتاله. چند فرزند داری؟ 2 تا. نگاه نمیکنن؟ نه اصلا نه جواب نشدم. خدمت مادرم میکردیم بسیار. چند سال شد در اینجا میبینی؟ اما چند سال شد، 20 سال شد، 25 سال شد. فقط بالا جنوزم میشتیم گریه میکنم میگم ای خدا مرا یا فرزند نداد یا خونه نداد یا در نداد. او دیدم در برای رو فقط. فقط چی نام دارین؟ ما بابا حسن. چند ساله این بابا؟ 96 نه. خواهر من میفتم. فاطمه بود. بگونه بودیم. حکومت غمخوری میکنه مرا. شکری وطن مادر که تا نفس آخرین فرزندانش را در آغوش میگیرد و نگاه و بین میکند. شما چی آرزو دارید؟ Не болеть. Здоровья. В общем-то, я неплохую жизнь прожила. Я бы не отпустила сына в Россию, чтобы рядом с мамой был. تقدیر؟ شاید. پس عقل و ذکاوت و شعور انسانی برای چیست؟ بله درست. شاید دنیا چنین ساخته شده است. اما ما نباید فراموش کنیم که انسانیم. دنیا را به چشم سر نه، به چشم دل نگرید.